سالها دختر مردم سوء استفاده بشه، به اسم حیا ساکت بشه. حاج آقا نگید افکار عمومی جامعه مشوش میشه. گند زدیم تو زندگی مردم، نگید. چیو نگیم؟ شدیم قلمبه شهوت هممون. 15 سالگی به بلوغ میرسن، الان که کمتر شده. کی ازدواج میکنه؟ 29 سالگی، 14 سال چیکار میکنه؟ هر لجنی بگی انجام میده. به محارمش ور میره، به همسایه‌شون، به خودش، به هزار تا کثافت دیگه میفته. هیچ کم به فکر نی. همه وزارتخونه هم توی مملکت داریم، وزارت جوانان. خب چه غلطی میکنن اونجا؟ بعد میری بودجهشو مثلا آقا بودجهتون بودجه وزارتتون چند مثلا اینقدر میلیارد. خب بابا اینو بدید به خود جوونا که مشکلشون حل میشه. میلیاردها تومان بودجه فرهنگی میاد توی شهر، چیکار میکنید؟ یه سالشو بدی مشکل ازدواج همشون حل میشه. دانشگاه زدید، فکر کنی ببینید چجوری مشکل اینا رو حل کنی. بودجه دانشگاه تو رو بدن، مشکل اینا حله. جوونه به هزار تا گناه میفته تا بیاد ازدواج کنه. ازدواج میکنه خاطره ها نمیذاره، ازدواج میکنه خلافایی که کرده میاد جلو چشش، یا میان برای زندگیش دردسر درست میکنن. دختر میگه آقا ازدواج کردم، حالا من جوون بودم یه خبطی کردم، طرف هر روز در خونمونه، عکس تو میدم دست شوهرت، از من هزار تا چیز نامربوطه دیگه میخواد. کی این بلا رو سر زندگیشو برده؟ به کی میتونی الان اعتماد بکنی راجع به ناموست؟ میفرستی طرفو مشاوره بهش پیشنهاد مزخرف میدن، میفرستی نمیدونم این ور اون ور، اصلا موندیم. به کی میشه اعتماد بکنی؟ جامعه‌ای که همه توش تشنن، همه گرسنن. خب چرا اینجوری شدن این ملت؟ چرا جوونه به این مشکلات خورده؟ خب این بلا رو کی سر اینا آورده؟ فضا هم که استفاده نمیشه. شهرها مذهبی هم که تو این چیزا ماشاءالله رتبه دارن، نه تفریح توش هست، نه کار توش هست، چی، فقط مسجد حوزه علمیه، فقط مناره. از بیرون قم نگاه میکنی انگار یه سری مسجد وسطش خونه است. مناره درست میکنن کجا تا کجا. الگوی وهابیان تو مناره ساختن، تو تزیینات میلیاردی برای ساختمان‌های دینی. کسی هم حرف میزنه میگن آقا شما با اسلام مشکل دارید. ما با اسلام هیچ مشکلی نداریم، ولی با این تخلفا مشکل داریم، با این ولخرجی‌های به اسم دین مشکل داریم، با اینکه شهرهای مذهبی شده شهرهای خمود، خشک، شهرهایی که توش اقتصاد نیست، تجارت نیست، تفریح نیست، هیچی نیست توش. نوندونی شده واسه ما. همه میبینی آقا بیکار. خب نمیمونه اینجوری رفیق. خدا با ما عهد و اخوت نخونده. ما مثل بقیه مردم دنیا لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما حالمون عوض بشه عوض میشه.